یا مصطفی بیچاره همینجا آوردم. محفظ شریف عبدالله خبرگیری اومدن. سردار اجازه میدین؟ میارن شما. السلام علیکم. و علیکم السلام. همسر جون نازنین. شکر خدا. رحمت شما چی حال دارید؟ شکر رحمت. احوالات خوبه؟ خوب. ساعت سلامتی؟ شکر بابی جان. ای در بچه جنوم این موهای سر سفید شده ای. فکر نصیب دو بده بابی. نصیب دو بده. یکیشی. نه. بگن که یک تا همسایی خوب ای 10 خش دورو بهتره کرد بچه. ان همین چیزی کار به نظر گرفتن که گفتم بیا هم بچه رو خبر بگیره مخی. همه همسایه ها یاد کردین تا همشون دای جان شما رو کرده زیاد. سلامت باشه. فکر یکیشی همسایه. خب میگی خیلی چه میگی؟ اون چیه که در پیشانی نمیشته یه بچه اون جایی گرز نست دیگه. اگه کلام باشه ایجی بریم باز بسیار میشه. دیگه همه خوبه همه دیگه. یاد دار مثلا یاد دار من بچم الان بچم الهیم همین چقدر عمری که داری دیگه همینجا هرگی نرایی الله یه بودی الا بای چلی دو کنیسی یاد یکی که ما هیچ برو مخری عودی لجا بچم تو که ایج برایی کو دیگه این خیر و سخاوت کردن نمیتونی